درود بر شما. اخبار امروز دوشنبه 18 ایول را از استودیوی رادیو آزادی از شهر پراگ تقدیم می‌کنیم. در برنامه امروز پیشنهاد برای بنیاد بناهای بلندآشیانه در ناحیه‌های تاجیکستان راهی حل تامین مردم با خانه. ما حساب کردیم در 12 ساعت قریب 48 اویله را جای کرده میتونیم اگر خانه بلندآشیانه بنیاد کنیم. وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان میگوید طبیبانی که به خطا راه دادند جزا میگیرند. در یک آن واحد نظامیان خود میدان را تصرف کردند. بلافاصله بیشتری مردم به میدان ریختند. خبرنگاران رادیو آزادی شاهد عینی تبدلات ناکام نظامی در ترکیه شدند. تفصیل خبرها. محاکمه دادگاهی ایوان شربکوف، یک افسر روس که به قتل دختر 22 ساله تاجیک متهم می شود، روز 19 ایول برگزار خواهد شد. سرباز پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان را ماه نوامبر با اتهام قتل شاعره جابیر و ساکن دوشنبه دستگیر کردند. مفتشان میگویند ایوان شربکوف دختر تاجیک را روز 9 نوامبر در خوابگاه پایگاه در شهر دوشنبه لاتوکوب کرده کشته است و سپس جسدش را در قوطی اخلاطی نزدیک پایگاه انداخته است. مقامات تاجیکستان به حکومت پیشنهاد کردند اجازه بدهد در ناحیه‌ها هم خانه‌های بلندآشیانه ساخته شوند، چون مشکل تقسیم زمین سال تا سال در تاجیکستان سخت می شود. رجب‌بای احمدزاده رئیس کمیته دولتی اداره زمین روز 18 ایول در یک نشست خبری در دوشنبه گفت اگر حکومت اجازه بدهد بنیاد بناهای بلندآشیانه برای خانواده‌های احتیاجمند در ناحیه‌ها شروع می شود. اگر در 12 ساعت دو اویله جای کنیم ما حساب کردیم در 12 ساعت قریب 48 اویله را جای کرده میتونیم اگر خانه بلندآشیانه بنیاد کنیم. متخصصان میگویند با نظر داشت زیربنیادهای ضعیف و به خصوص شبکه‌های آب و کاریز بنیاد خانه‌های بسیار طبقه در ناحیه‌ها سخت است. تامین مردم با منزل در تاجیکستان یک مشکلات درجه اول باقی میماند و زندگی یک جای عائله‌های زیاد در یک حولی یکی از سبب‌های اصلی مشکلات اجتماعی خانواده‌ها در کشور دانسته می‌شود. و دنبال تلاش ناکام تبادلات دولتی مقامات ترکیه 103 گنرال و ادمیرال را بازداشت کردند. فرماندهان بلند رتبه بعد از آن دستگیر شدند که تلاش آنها برای سرنگون کردن رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در روز 16 ایول به نتیجه انجام یافت. رجب طیب اردوغان که در مراسم دفن قربانیان تلاش تبادلات ناکام دولتی شرکت داشت گفته است پاککاری نهادهای دولتی از حضور طرفداران روحانی شناخته فتح الله گولن را پاک می‌کند. این روحانی در امریکا زندگی دارد و ترکیه میگوید تلاش تبادلات دولتی محض کاری اوست، هرچند فتح الله گولن این ادعا را رد کرده است. اگر سخن درباره استرداد من رود من مقاومت نمی‌کنم. تشویش ندارم که حکومت امریکا تقاضای اردوغان را قبول می کند، ولی اگر منفعت‌های اردوغان و امریکا با هم آیند من مجبور می شوم هجرت کنم. من از کسی التماس نخواهم کرد. در اینجا آزاد بودم، از این آزادی خوشحالم و از این کشور منت دارم. همکاران ما شهلای گلخواجه و عبدالله شور که در راه به سوی پراگ در استانبول در ماندند و شاهد حادثه بودند امروز به پایتخت جمهوری چخی رسیدند و در ادامه برنامه با آنها صحبت خواهیم داشت. و در ارمنستان رویارویی بین نیروهای امنیتی و افراد مسلح در شهر یریون ادامه دارد. این افراد روز 17 ایول شعبه امور داخلی یک ناحیه پایتخت ارمنستان را غصب کردند و طلب دارند که رهبرشان آزاد کرده شود. مقامات این طلب را رد کردند و میگویند در نتیجه حمله به شعبه امور داخلی ناحیه اربونی یک افسر کشته شد و 4 تن دیگرشان زخم برداشتند. اعضای گروه مخالفان تندروی حکومت با نام پارلمان مؤسس از حکومت طلب دارند رهبرشان ژیریر سفیلیان را از زندان رها کند. مذاکره ماموران امنیتی با حمله‌وران که چندین نفر را گروگان گرفتند نتیجه نداده است. فرماندهان پلیس ارمنستان روز 18 ایول از گروه مسلح خواستند تسلیم شوند، در عکس حال آنها را نابود می‌کنند. در شهر الماتوی قزاقستان مقامات انتظامی از مردم خواستند در خانه بمانند چون جستجوی افراد مسلح ادامه دارد که 3 مأمور پلیس را کشتند.
در حمله این افراد در روز 18 ایول چندین نفر دیگر زخم برداشتند. وزارت امور داخلی قزاقستان گفت در جریان حمله یک غیر نظامی هم کشته شده است. بنا به گزارش‌ها افراد مسلح به یک اداره پلیس و شعبه کمیته امنیت ملی در الماتا حمله کردند. درباره تیراندازی از یک محل دیگر هم گزارش رسیده است ولی جزئیات در این باره در دست نیست. یکی از حمله‌وران به گفته رسانه‌های داخلی قزاقستان دستگیر شده است ولی هویت حمله‌گران و تعداد عمومیشان معلوم نشده است. برمیگردیم به تاجیکستان. وزارت تندرستی تاجیکستان اعتراف کرد در مدت نیم سال گذشته ده‌ها طبیب هنگام معالجه و یا هنگام معاینه بیماران به خطا راه دادند. نمایندگان وزارت میگویند در این مدت 68 خطای فنی و اصولی طبیبان را ثبت کردند و آنهایی که خطا کردند تنبیه میگیرند. سرونازی روح الله این موضوع را در دوشنبه پیگیری کرد. وزارت تندرستی تاجیکستان تصمیم گرفته است درجه تخصص طبیبانی را که در اجرای وظیفه خود احتیاطکار نیستند پایان برد. امسال 28 کارمند ساحه طب از طرف خدمات نظارت در ساحه طب کشور برای اشتباه تکنیکی و تاکتیکی طبی جزای مأموری گرفته 42 نفر آنها از 400 تا 1600 سومانی جریمه شدند. تحت نظارت جدی گرفتن فعالیت طبیبان در تاجیکستان در حالی است که ساکنان کشور از خدمترسانی طبی شکایت زیاد میکنند و حالت‌های هم هست که برخی ساکنان از هلاکت نزدیکان خود در نتیجه اشتباه دکتران به رسانه‌ها شکایت میکنند. عبدالوهاب کریمов ساکن 29 ساله شهر دوشنبه که پس از یک صدمه نقلیاتی جراحی شد ادعا دارد که در پی اشتباه طبیبان هنگام جراحی ستون مهرش دیگر باره شفا نیافت و حالا از پای روان مانده است. اشتباه نمیکردن جراحی یک ماه خطا کشف میکردن و اپراتسیا دوام میدادن میشه. اگه صورت گرفتن جراحی کردن آهن زدن تیتان گفتن آهن زدن پلاستیک تیتان نزدن. نبود این باره هم تیتان گفتن این باره هم تیتان نزدن آهن پلاستیک. طبیبان میگویند آنهایی که به کار خود صادقند کم نیستند و کمک به افراد بیمار و وظیفه جانی خود میدانند. وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان نیز 13 ایون در نشست مطبوعاتیش در دوشنبه تاکید کرد که بر اساس رفتار دغل یک پزشک یا بیمارستان نباید به همه آنها بهای بد داده شود. و طور وعده دادیم برمیگردیم به صحبت درباره ترکیه و بنا به خبرهای تازه در این کشور 8000 افسر پلیس را در رابطه با تلاش به نتیجه تبادلات دولتی موقتا از وظیفه‌شان برکنار کردند. همکاران ما شهلای گلخواجه و عبدالله اشور در روزی این حادثه ها در استانبول بودند و عبدالله اول می گفتی که شب تلاش برای تبادلات دولتی شما در مرکز استانبول بودید. حادثه چگونه شروع شد؟ بله طاهر، ما در کنار میدان تقسیم استانبول زندگی داشتیم و حادثه بعد از شام همان شب 16 به یک بارگی شروع شد. اول مشاهده کردیم که ماشین های غیر نظامی رو در کنار میدان تقسیم بند کردند و در یک آن واحد نظامیان خود میدان را تصرف کردند و معلوم بود که این نظامیان مربوط به وزارت مدافعه جمهوری ترکیه است، چون که از لباس های نظامیشان مربوط به همین نهاد بود. بعد چند لحظه در پس آنها نیروهای پلیس با ماشین های زره پوش و آبپاش ها ظاهر شدند و در همین لحظه ها البته در اکران های تلویزیون های محلی ترکیه رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان ظاهر شد که توسط آیفون البته مستقیما صحبت میکرد با رسانه ها و از مردمش در همین لحظه ها دعوت کرد که به میدان ها بریزند. و شهلا مردم چگونه واکنش نشان دادن؟ خودی تو هم که اونجا بودی.
بله، طوری ما مشاهده کردیم طور وقتی که آنها این دعوت رئیس جمهور را دیدند بلافاصله بیشتری مردم به میدان ریختند و در میان این مردم که خیلی ازدحامشون بزرگ بود، هم زنان به چشم می رسیدند، هم کودکان بودند و حتی طوری ما دیدیم برخی از آنها برای مثلا حفظ حکومت کنونی حتی با نظامیان دست به گریبان هم شدند، یکی حتی بود که خود را زیر تانک هم پرتافت. البته اکثر این مردمان بومی بودند، اما چون خود استانبول و طوری هم شما میدونید مثلا میدان تقسیم جای رواهای بیشتری سیاحان است، اونجا سیاحان خیلی زیاد بودند، ولی به فرق از مردم بومی ما در مثلا چهره مردم بیشتر ترس رو دیدیم که اونها نگران بودند، چون هیچ کس نمیدونست که دقیقه یا ثانیه پس چه حادثه می شود. زنانی بودند که گریه میکردند با کودکانشان، البته واکنش‌ها مختلف بودند. و عبدالله شما نوارها هم که آورد تیراندازی کی شروع شد؟ تیراندازی البته پس از اون که رجب طیب اردوغان مردم رو به میدان ها فرا خواند، البته در اینجا روی ها میانی نظامیان و مردم شروع شدند و مشاهده میشد که تیرهای پنیوماتیکی و یا به سوی مردم خالی میشد. نظامیان خیلی خشن بودند، مردم هم همان گونه. ما البته از این صحنه ها نوار برداری میکردیم و برخی دیگر از خبرنگارها هم بودند، ولی هر لحظه روی ها شدیدتر، سختتر، بیشتر میشدن، ازدحام هم بیشتر میشد هر لحظه. و فرودگاه استانبول که اونجا هم فکرم آسیب دیده بود در نتیجه حمله ها، کار فرودگاه چی بود؟ بله، کار فرودگاه مختل شد. برای زمان بسیار پروازها البته قطع شد و اونجا که مردم استانبول جلوگیری کردن از ورود تانک ها به فرودگاه آتاتورک، یعنی دائما پر آدم بود. حتی زمانی که روز فردا ما باز میگشتیم، مردم هنوز هم در آمدگاه فرودگاه بودند، در دست بیرق های ترکیه را در دست داشتند و سرودهای وطن دوستانه البته میخواندند و از خونسا شدن کودتا البته تجلیل میکردند. تشکر. شعله گلخوجه و عبدالله اشور همکاران هم صحبت میکردند که همین صبح از استانبول برگشتند از ترکیه. یکی از پرودیوسرهای شناخته در تاجیکستان که اکثرا با برگزاری کنسرت و برنامه‌های تفریحی شهرت دارد، حالا خودش به صحنه قدم گذاشته است. بهروز زیورف چند پیش ثبت چند ترانه‌اش خبر داد و همکار ما سرانگیز نوروز شاه با او صحبت کرد. Вроде без себя так пусто, но вроде без себя так просто. Я обещаю быть несложной на параллелях наших سلام بیننده عزیز، بهروز زیورف جوانی که تا امروز در تاجیکستان چون پرودیوسر شناخته می شد، اکنون با نخست ترانه‌اش با نام عیشه وارد صحنه استرادا می شود. این ترانه بهروز که با زبان روسی سروده شده است، روز 15 ایول رسما معرفی و پیشنهاد مخلصان می شود و حالا بهروز در صحبت ما قرار دارند. بهروز، شروع کریر آوازخوانی مبارک باشد برای شما و بگوید که چطور شد که تصمیم گرفتید آوازخوان شوید؟ در دل من کایها چنین آرزوی هوس بود، اما همیشه اندیشه میکردم که آیا از عهده آن به خوبی برآمده میتوانم یا نه. در نهایت چنین باوری در وجودم حاصل شد و خوشبختانه متخصصان ساحه چنین تصمیم مرا استقبال کردند و برای رشد و رونق هنر آوازخوانیم مساعدت کرده ایستادند. خیلی منتظرم از استادم تهمینه رمضان و آوازخوانی کسبی از گروه اوستا. تشکر بهروز، برایتون بردباری میخواهیم و باور داریم در این جاده هم حتما موفق میشوید. شما و بیننده عزیز در صحبت ما بودند بهروز زیورف، پرودیوسر و همکنون آوازخوان تاجیک. و ورزشکاران نورس تاجیک در یک مسابقه بین المللی در روسیه 6 نشان به دست آوردند. در بازی چهارم بین المللی ورزشی بچگان آسیا به دختران و پسران ورزشکار تاجیک میسر شد 2 مدال نقره و 4 برنجی به دست بیارند و
اخباری از این هم بیشتر در وبسایت آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.